کدام ما را خدا دوست می‌دارد؟ جوانی عزیز، من الحال درباره محبت خدا و رسول برای شما یک لحظه بیان کردم. کدامی تو در پیشگاه خدا محبوبیت داری؟ کدامی تو را خدا دوست می‌دارد؟ همان جوانی که یک ساعت اگر از خانه‌اش دور باشد زن او بیقرار شود، فرزندای او بیقرار شود، در انتظار این پدر باشند. کدام وقت زن بیقرار می شود؟ کدام وقت زن فرزند ما را منتظر می شود؟ وقتی که ما خوش اخلاق باشیم، وقتی ما اخلاق حمیده داشته باشیم، وقتی ما با زن و فرزندان مراسای خود داشته باشیم، اونها را حرمت کنیم، به قدر اونها رسیم. این حالت در زنم دوستمان می‌دارد، فرزندانمان هم دوستمان می‌دارد. برادر عزیز و گرامی، حبیب خدا گفته ایستاده است، این سخن معلم بشریت است. باید ما در خانه چی باشیم؟ بسیار مرد حلیم باشیم. چگونه پیغمبرمان مرد حلیم بودند؟ آخه حبیب خدا که در خانه می درآمد، مادرامون می دویدن از پیشانی و از دست پیغمبر بوسه می کردن. من انشاءالله این صحبت دارم، باوری دارم که خواهر عزیز ما اگر این صحبت ما را شنود دست و پیشانی شما را بوسه میکنه. انشاءالله از خدا من امید دارم، باوری دارم و دعا میکنم که خدا این خواهرای ما را، این زنهای ما را از جمله آن زنهای گرداند که وقتی که شما خانه در آمدین و در آمدن شما چهره هاشون کشاده شود، قوق هاشون کشاده شود، شما را دوست دارند، دست شما را گرفته بوسه کنن و شما را خوش آمدید مثل مهمان قبول میکنن، مثل همون شود. ببینین وقتی که ما در خانه که در آمدیم، اولین عملی که ما باید در خانه انجام دهیم دادر عزیز این چیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دادر عزیز، تو گناهگار نمیشوی که زن سلام دادی. تو یک زن بیگانه را دستش میگیری یک ساعت میمالیکو. یک زن بیگانه اگر دست در دست تیا با بعضت اونقدر از خدا نمیترسی که دستش نمیکشایی، دیگر دستی او را میداری در دستت. حالا که در هر لحظه او در داشتن او تو مسئولیت، تو یک گناهگاری در پیش خدا داری که تو دست یک زن نامحرم در دست داشتی و تو را میفارد دست مالیدن، تو را خواهی شد سلام کردنی بازم باشد. آخه در یک روز 10 بار بازن خودت سلام کن دادر عزیز، بازن سلام کن، دست بمال، دست بوسه کن و گناهی نیست. ببینید گناه نبودن با پهلوی دیگه شب. ببینید حبیب خدا میگوید وقتی شما دستان دراز میکنین و وقتی که دروازه را کشادین، زنه که دیدین السلام علیکم و رحمت الله گفتین، دست که دراز کردید، دست که در دستت گذاشت، اونم از اون جانب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله گفته، دستاتون در دست یکدیگر چسبانیدین. ولی دستاتون یک لحظه داشتن پس کشادن که الله مغفرت گناه شما میکند. هر دی شما را هم زن هم مرد خدا گناهاش مغفرت میکند. ببین بازن حلالی خود سلام کردن چی درجه دارد، بازن بیگانه چی معنی دارد. دادر عزیز، آخه این از تعلیمات اسلامی ما. با توانی اگر ولی شما کینا را هم از کینا تماشا میکنید، من گاه خودم نگاه میکنم، وقتی که نگاه میکنید در مردم روس وقتی که خانه میدرآیند دیدین یک دسته گل در پشتش پنهان میکنن، در پشتش پنهان است و مقصد دروازه را همون زواناک میجقد. وقتی که زواناک زیر کده میشود دروازه کشاده میشود، مثال زنکش میبراید خیر اما با زبان خودش خوشامدیش میکند. اولین چیزی که برای زنک نشان میده دسته گل است. ببین وقتی دسته گل از زنک میبیند دیگر خودش در بالای مردک میپرتاید. خوب میلش آخه شما هم آخه سنت ما هست، این سنت رسول است. شما هم یک دسته گل گرفته برای شما هم یک خوشبویی را گرفته برده، مثال سلام که کردی از کیسه که دوباره یک خوشبویی را در دستش بده. آخه همون خوشبویی را که استفاده برد با کجا میرود؟ با پیش خودت میاد. آخه ای بوی خوشی همون تو استفاده میبری دادر عزیز. همون یک خوشبویی نمیشه یک سامانه، 2 سامانه، آخرش 5 سامانه، لیکن دل برداریش میدانی چقدر معنی بلند داره. این است آن چیزی که خدا از ما میخواهد. رسول از بنام پروردگار چیزی از خودم زم نمیکنم، چیزی از خودم در این بین نمیدرارم. آن چیزی که میگویم برای شما سخن خدا و سخن رسول است.
برای همین شما در زندگیتون چی قدر حیات داری؟ 50 سال حیاته. ولی بعضی دادرای عزیز که ما هم کوی بین شماییم که آخیر ما هم همین مردمیم، ما هم همراه شماییم. ولی بعضی پدر و مادر بعد بچه ها را نصیحت میکنن، عروسه که نو آورده خاندم، نو آورده مقصد چقدر دوستش میداری. بچه هایی که روز اول زن گرفتن چخیل است، یک محبت های یک عجیبه یا که دیگه ای پیشش دور نمیره. همین شهرم که رفتی تیز بگشته بومی بیای. مقصد همین خیلی یک قوه داره که انسان به خودش جذب میکنه. مقصد محبت داری. ولی پیشش ندر آمده که آتا و چت خیرات میکنه. بچه همین جبیو این قخته بالای زنک دنه پرتو. ولی نصیحت های کلانترهای ما در همین عروسیش بزن بچه همین خیلی است. خود مانیم نه اما من بین یک دیگر صحبت بزن بچه. من دیگر جا را بها نمیتونم، من خود اون چه که در بین خودمان میبینم. بچه هم بزن. عروسه در عروسیش گفتن بزن علاوه چشمش بگی نه او چشمانه نه آتش مانه نه اولادش مانه او سیاست شنان که عاقبت بچه هم خار میشه. ببین خلاف گفته ای خدا، خلاف گفته ای رسول. اینجا در جوانی عزیز وقتی پدر مادر همین نصیحت در شما کردن، حبیب خدا میگه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. وقتی اینا خلاف گفته ای خدا و رسول گپ دادن، بگو پدر و مادر من تو را از جان من دوست میدارم، از زن من دیده دوست میدارم، لیکن این نصیحت نادرستی تو را قبول ندارم. پدر عزیز، مادر عزیز، تو مرا یک بار برای محبت زنک تربیت کن. آخه تو خودت قطعا پدرم 60 سال فقط زنازن کردین، دشنام کردین، اما چیزی نه آموختیم. حیات ما را میخوای مثل حیات خودت کنی؟ برادر عزیز و گرامی، آخر این حیات ماوری حیات شیرین باید نباشد. همه رسم و همه سنت های رسول ما را دنیای غرب گرفته است. ما در فقط و فقط اما اخلاقی پسترین و سخنهای نادرست در بین ما گذاشتن. ما همین روزی دراز علی ببین کدامی تو در یک هفته جنگ نداری، حتمی در یک هفته جنگ داری، دشتام داری، قهری داری، زنازن داری. برای چی؟ سببش در چی است؟ زیرا که ما لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه را در بالا که تا که دروازه من شعار نکردیم. ما را خدا گفت که این حیات پیغمبر، زندگی پیغمبر، یک کتابچه که امروز خدا را شکر فروخته می شود، یک تکش خودت بخوانه، یک تکش زنت بخوانه. شما زندگی نامه پیغمبری خدا را برای خود دستور حیاتتون قرار دهید. کنی بینید در حیات شما چه شیرینی ها، چه خوشبختی ها پیدا می شود. این است دادری عزیز. چی بود است که من زن از خانه پیش کردم، زن ما زدم، زن ما دشنام زدم. این اجازت نیست دادری عزیز. این حقارت